باز همی جوانا را ببینی کارایی میکنن که با زبان جور نمیاد. چی بگم دیگه؟ یک ذره اینجا چی نشنه سر کسا گپای ما را گوش میکن. حیوان دستش نجات نمیاد. حالا برو یک انسان دیگه برو یک انسان است، حالا مزن 50 سال است، خیر است که 50 یا 40 بود میگه. بعضی جوانا را که بگه 40 ساله را برات میگیریم میگه من خودکشی میکنم. چقدر دقیق زن ولی جور کردم من میخوایم با یک فامیل ازدواج کنم، شرایط ما بگویم بگو یک 20 تا شرط دار. تو چی هستی؟ خودش هیچ چیز نه، خودش در خانه کرایه ششتگی است، نه نان میافنه دیگه، شرایط 20 دانه شرط جور جوانا هر قدر میگه از این گناه کبیره توبه میکنم باز میگم گپ میشه. ایران چی کن؟ باز توبه کن، باز یکم دفعه سبب از بین ببر. حالا اکثر گناه جوانا که دمی زنا و فحشا و عشق عاشقی نمیگه پاس. حالا برو عروسی بکن، یک زنی که یک دختری که هیچ زیبا نباشه، هیچ سواد نداشته باشه، یا یک زنی که بیوه 50 ساله باشه، برو نمونه بگی اوت که مایی تو رست چقدر جاهل بدبخت است. باز همی جوانا را ببینی کارایی میکنن که با زبان جور نمیاد. چی بگم دیگه؟ یک ذره اینجا چی نشنه سر کسا گپای ما را گوش میکن. حیوان دستش نجات نمیاد. حالا برو یک انسان دیگه برو یک انسان است، حالا مزن 50 سال است، خیر است که 50 یا 40 بود میگه. بعضی جوانا را که بگه 40 ساله را برات میگیریم میگه من خودکشی میکنم. ولی ببینی که 24 ساعت در مرض گناه است، نه؟ بیت اسلام است که ریشه گناه را بکش. دیدی که بعد به ازدواجی است در دفتر رشوت خوری سیلا بده. و نمو حدیث صحیح بخاری نه که 199 نفر کشته بود. پیش از این که آمد نگفت که من چی کار کنم، بالاخره راه توبه را گفت که من قریه شهری که جنایت زاست از اینجا برای اگر میخوای توبه کنی در غیر از توبه قبول نیست. جوانی که در گناه زنا و فحشا و این گپا ملوث است تا که ازدواج نکنه این دو توبهش غلط است. توبه گریان میکنه، باز ببینی میره اونم کار خب حال برو عروسی بکن. یک نقشه دقیق زن خود جور کردم ما میخوایم با یک فامیل ازدواج کنم، شرایط ما بگویم بگو یک 20 تا شرط دار. تو چی هستی؟ خودش هیچ چیز نه، خودش در خانه کرایه ششتگی است، نه نان میافنه دیگه، شرایط 20 دانه شرط جور کرده است. باز میگه اگر الله میتا میتو بتا اگر نمیتا با آن ما میتو مجرد باشه. کاش که تو مجرد بشینی، تو بدبخت دنیا را تباه کردی با این مجردی. این را به جوانا میگم خود اصلاح کنن. على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا فكل من عنفني